جنگل هویا با طبیعتی سرسبز و دلربا که برخلاف چهره زیبایش لقب مرگبارترین جنگل دنیا را به دوش میکشه. جنگلی که هر کس قدم به اون میذاره در کمال ناباوری ناپدید میشه. هویا باچو که به نوعی تسخیر شده ترین جنگل دنیاست در کشور رومانی و در مساحتی به وسعت بیش از 250 هکتار گسترده شده. جنگلی عجیب که به واسطه اتفاقات مرموزی که اغلب در اون رخ میده به عنوان مثلث برمودای این کشور شناخته میشه. بر طبق گزارشات موجود جنگل هویا معدنی از اتفاقات ماورایی و غیر قابل توضیحه. اتفاقاتی همچون مشاهده ارواح، تجسم‌های غیر معمول، مشاهده چهره‌های مرموز در تصاویر به ثبت رسیده در این جنگل در حالی که به سختی قابل رؤیت هستند و البته مشاهده بشقاب پرنده‌ها که از جمله دلایل اولیه شهرت این جنگل به حساب میان. اما شهرت اصلی این جنگل به اواخر دهه 1960 برمیگرده. هنگامی که یک پروفسور زیستشناس به نام الکساندر روسیفت تصاویر متعدد و جالب توجهی از اجسام دیسک مانندی رو به ثبت رسوند که بر فراز این جنگل در هوا شناور بودند. نکته عجیب این ماجرا اینه که مجموع تصاویر گرفته شده از تمامی رویدادهای عجیب این جنگل تنها چند روز بعد از مرگ اون ناپدید شدند. در اوایل آگوست سال 1968 یک تکنسین ارتش به نام امیل بارنئا نیز تصویری مشهور از یک بشقاب پرنده رو بر فراز این جنگل به ثبت رسوند که در طول دهه 1970 این منطقه به عنوان مکانی برای مشاهده یوفوها و البته نورهای عجیب و غیر توضیح معروف شده. بسیاری از افراد باور دارند که اگر به بازدید این جنگل برن دیگر هرگز به خانه‌های خود باز نخواهند گشت و بسیاری از افرادی که شجاعانه ترس رو کنار گذاشته و قدم به میان درختان انبوه این جنگل گذاشتن اغلب از آسیب‌های فیزیکی و دردهای جسمانی همچون خارش، سردرد، سرگیجه و تهوع و سوختگی شکایت داشتند. بعضی از مردم باور دارند که هویا دروازه‌ای است رو به سوی جهان و بعدی دیگر. سیتره تاریکی که گاه با نمایش نورهای عجیب و گاهی با نجوای باد و زمانی با ناپدید شدن افراد قدرت خود را به رخ میکشه. گفته میشه که فرد بعد از ورود به جنگل هویا زمان را گم میکنه بیان که بدون در اون زمان به خصوص مشغول چه کاری بوده. به عنوان مثال داستانی در مورد یک دختر بچه 5 ساله وجود داره که حین قدم زدن در جنگل گم شده، اما 5 سال بعد این دختر بچه در همین جنگل پیدا شد در حالی که لباسهای قدیمیش رو به تن داشت و نمیدونست که در طول این مدت چه اتفاقی براش افتاده. دیگر مسائل پیرامون هویا حول محور پدیده‌های ماورایی میچرخه که در طول 50 سال گذشته در این جنگل مورد بررسی قرار گرفته و حتی شماری از اونها ثبت و ضبط شده. بسیاری معتقدند جنگل هویا توسط ارواح دهقانانی تسخیر شده که در آنجا به قتل رسیدند. باور بر این است که ارواح این افراد زجر کشیده در جنگل به دام افتاده و تمامی این رویدادهای عجیب حاصل این اسارته که خشمشان را این گونه و در قالب این مسائل عجیب بروز میدن. ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر هنوز عضو کانال ما نیستید لطفاً این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و حتما نظراتتون رو در بخش کامنت برامون بنویسید.